خلبانی که ارتش ایرانو عزادار کرد. اسفند پارسال خلبانای ایران توی ارتفاع خیلی پایین سیستم‌های پدافندی پیشرفته رو با 2 جنگنده از رد خارج و قدیمی سوخو 24 رد کردن و پایگاه العدید قطر رو زدن، ولی تو راه برگشت کمین خوردن و هدف قرار گرفتن و اصلا مشخص نشد چی سرشون اومد. 4 ماه ازشون بی خبر بودیم، نمیدونستیم اصلا کجان و چی شدن، تا اینکه امروز خبر اومد که با کلی آزمایش‌های تخصصی و DNA بالاخره پیکر یکیشون شناسایی شد و به خاک وطن برگشت. اون پیکر امیر سرتیپ خلبان ارتش ایران مجید کاظمی بود. تلخ‌تر اینه که هنوز پیکر 3 شهید دیگه از این 2 جنگنده پیدا نشده. جالب این 4 نفر میدونستن که برن ممکنه دیگه بر نگردن و با خانواده هاشون خداحافظی هم کردن. آدم نمیدونه این خلبانای ایرانی چی میخورن انقدر شجاعن. هر کسی میدونه برامون بنویسه و برای دیدن اتفاقای جنجالی دیر فکتو هم فالو کن.